بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه یونس با سوره توبه ربط و مناسبتش اینه که در سوره توبه الله تعالی تردید کفر اعتقادی و از کافرهای خاص که حضرت عزیر را و حضرت عیسی ابن مریم را نائب و وکیل و به منزله فرزند الله سبحانه و تعالی معرفی کردن بیان بود. اکنون در سوره یونس الله سبحانه و تعالی این مسئله را بیان می‌فرمایند که این مشرکین این عبادت غیر الله را توجیه میکنند، پرستش میکنند غیر از الله، کسانی را که به آنها نفع و ضرری نمیرسانند و بعد میگوید اینها شفاعت کنندگان ما عند الله. یعنی این غیر خدا را عبادت میکنند به عنوان حاجت روا، مشکل گشا، فریادرس، متصرف در امور و توجیه میکنند این عبادت خود را که اینها شفاعت کنندگان ما هستند، حالانکه الله تعالی به بارگاه الله بدون اذن الله هیچ احدی نمیتواند شفاعت کند. پس نفی شفاعت قهری بدون اذن الله در این سوره مبارکه شده و برای این مسئله که غیر الله سبحانه و تعالی حاجت روا، مشکل گشا، فریاد رس، غیب دان نیست، در سوره مبارکه یونس دلائل عقلیه بیان میشه. اکثر دلائل عقلیه بیان میشه و یک دو نمونه داستان به عنوان تخویف بیان میشن که دیدید قومهایی که قبل از شما مثل قوم نوح، مثل فرعون که برای خود شفیع درست کرده بودند و پارتی برای خود ساخته بودند به عذاب مبتلا شدند و کسی آنها را از عذاب الهی نجات نداد. این داستانها به عنوان تخویف بیان شدند. لذا در این سوره اکثر دلائل عقلی بیان میشن، اون دو سه دلائل نقلی به عنوان تخویف بیان میشن. همیشه صفت کتاب وقتی حکیم بیاید دلیل به دلائل، دلیل هست اشاره به طرف دلائل عقلیه هست. الف لام را از حروف مقطعات والله عالم به مرادی، تمهید با ترغیب. تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات کتاب پر از حکمت. حکیم اشاره به طرف دلائل عقلیه. مشرکین اعتراض بزرگی داشتند که پیغمبر انسان هست و میخورد از آنچه که شما میخورید، میپوشد از آنچه که شما میپوشید. الله تعالی سرزنش میفرماد اکان للناس عجبا، آیا برای انسانها تعجب آور شده که ما وحی میکنیم به طرف یک مردی از آنها و فریضه آن مرد اینه و به آن گفته شده است که ان انذر الناس، آگاه کن انسان را از مخالفت احکام الهی، که احکام الهی را مخالفت نکنید که با عذاب مواجه میشید. و فریضه دوم آن رجل که از خود شما است اینه به آن گفته شده است که بشارت بده آنهایی را که ایمان آوردند که برای آنها قدم صدق عند ربهم. قدم صدق معنی سابقه و منزله رفیعه عند ربهم بما قدموا من صالح الاعمال. این معنی قدم صدق را تفسیر سوم یک سابقه و منزله بسیار بزرگ نزد رب آنها هست به خاطر آن اعمالی که آنها تقدیم کردند از اعمال صالح. به خاطر اعمال صالح که تقدیم کردند به این خاطر اون قدم صدق میگن. سابقتاً و منزلتاً رفیعتاً عند ربهم، به خاطر آنچه که اینها تقدیم کردند از اعمال صالح درجه است برای آنها، درجه بزرگ نزد رب، لیکن به خاطر اون اعمال صالحی که تقدیم کردند. کافرون با این همه دلائل
الله تعالی شکوه ذکر میکند قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، این پیغمبر یک ساحر یعنی کاذب آشکار است. نعوذ بالله ساحر یعنی دروغگو است. ساحر سحر کننده مبین و آشکار. دلیل توحید عقلی اول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر. رب شما الله است، ذاتی که پیدا کرده آسمان‌های بلند و بالا را در مدت 6 شبانه روز. باز مستوی علی العرش است، یعنی اختیارات کائنات را به قبضه خودش گرفته. او تدبیر میکند تمام امور را. الف لام الامر برای استغراق است. تمام امور را خود الله دارد مدیریت میکند، اداره میکند، تدبیر میکند. ما من شفیعین، هیچ شفاعت کننده‌ای به محضر خدا وجود ندارد الا من بعد اذنه، مگر بعد از اجازه. این دعوای سوره اختصارا بود. دعوای سوره اختصارا هیچ شفیع در محضر خدا وجود ندارد مگر بعد از اجازه. پس شفاعت محبت و شفاعت وجاهت در بارگاه خدا امکان ندارد که الله تعالی به خاطر محبت کسی یا به خاطر حکومت و ریاست کسی تحت تأثیر قرار بگیرد و شفاعت شافین را بپذیرد که در دنیا می شود. به خاطر محبت انسان مجبور میشه، به خاطر حکومت و ریاست کسی انسان تحت تأثیر قرار بگیرد. هیچ شفاعت کننده وجود ندارد مگر بعد از اذن الله سبحانه و تعالی. ذالکم، این ذالکم کافش کاف حرفیه، معنی کاف ضمیری نیست، یه زمانی گیت نشی. مشارلش الخالق المدبر، این پیدا کننده آسمان ها و زمین و مدیر و اداره کننده امور الله رب شما است. فاعبدوه فافسیه اذا کان الامر كذلك فقط او را عبادت کنید، جانی مالی زبانی. افلا تتذکرون، تذکر نمیگیرید. الیه مرجعکم جمیعا، تخفیف اخرویه، به بارگاه الله بازگشت همه شما است. وعد الله حقا، الله تعالی وعده بر حق کرده است. این وعد الله مفعول مطلق است. وعد الله وعدا و حق حقا، الله تعالی وعده کرده و حق هم گفته است. هیچ خلافی در وعده های الهی نیست. انه دلیل بعثت، دلیل حشر، دلیل نشر. اون الله تعالی مرتبه اول خلق را آفریده، ثم یعیده، بعد این خلق را بعد از فنا دو مرتبه یاده هم میکند. هدف حشر اینه، این هدف حشر لیجزی، هدف حشر لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا که جزا بدهد آنهایی را که ایمان آوردن و عمل صالح کردن به عدل. و تخریف اخروی هست، تهدید آنهایی که کفروا، کفر میکنن، یعنی حق را دیده و دانسته میکوشند. الذین کفروا ای ستروا الحق عنادا، در آخرت برای آنها شراب من حمیم، نوشیدنی بسیار گرمند، از آب جوش هم گرمتر، بسیار گرمند. و برای آنها عذاب علیم هست و مقابل اون اعمالی که اینها کفر میکردن. بما کانوا یکفرون، ما مصدریه، به خاطر کفری که در طول تاریخ کردن. باز دلیل عقلی دوم، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، الله تعالی اون ذاتی است که قرار داده خورشید را یک درخشنده چراغی، ضیاء روشنایی کرده، چراغی کرده، و ماه را نوری کرده. بین ضیاء و نور، ضیاء اون روشنایی ذاتی را میگن، خورشید روشنایی ذاتی و طبیعیه. اون ماه را خدای عزوجل نور قرار داده، اشاره است که اون نورش مستفاده از غیر ذات ماه نور ندارد، اون نور از خورشید میگیره. مسحر اندازه که با خورشید روبرو بشود، به همون معیار این ماه روشنایی را از خورشید میگیره. شب 14 شما میبینید این طرف خورشید میخواد طلوع میکند، غروب میکند، از این طرف ماه طلوع میکند، با هم برابرند. اگرچه یک ذره فاصله دارند، لیکن با هم چون برابر نور ماه کامل میشه.
دیگه زمین حائل نمیشه در وسط. حالا این تحقیقات علمی هستن که ما وقتی هر اندازه با خورشید روبرو بشن روشنایی میده، هر اندازه در وسط زمین حائل بشه لحاظا نورش کم میشه. 14 و 15 و 12 با هم زمین کم حائل میشه، به این خاطر از این طرف ماه، شب 14 شما نگاه کنید از این طرف خورشیده، نورش کامله. خدای عزوجل ذاتی است که خورشید را روشنایی قرار درخشنده قرار داده و ماه را نور قرار داده و اندازه کرده برای ماه منازل. هر روز ماه از یک نقطه طلوع میکند، اون منزل اون هستن، تا که شما بدانید عدد سنین را و حساب را، تعداد سالها را و حساب و کتابهای دیگر خود را، این تقویم الهی هر دو شما بدانید، تعداد سالهاتون را یا تعداد حساب را بدانید، حساب و کتابهای را خود را بدانید. اونم به ذریعه ماه راحت حساب میشه، به ذریعه خورشید اونها که ریاضیدان خورشیدن اونها میتوانند. حالا در ایران هر دو تاریخ مروجه، قمری و خورشیدی. الله تعالی این را تقویمی هم برای شما کرده به اضافه ضیاء و نورا. الله تعالی پیدا نکرده این کائنات را مگر برای حق، برای اظهار، الا بالحق ای اظهار الحق. لفصل آیات لقوم یعلمون تفصیلا بیان میکند آیات را برای قومهایی که دانش دارند، عقل دارند. دلیل ثالث عقلیه. دلیل ثالث عقلیه ان فی اختلاف اللیل و النهار، در اختلاف لیل و نهار، سردن و گرمن و بزرگ شدن و کوچک شدن و ما خلق الله فی السماوات و الارض، و در آنچه که خدا آفریده در آسمانها و زمین، دلائل بیشمار، لآیات من علامات لوحدانیت الرب سبحانه و تعالی. ابن عباس نشانی های هستند برای وحدانیت رب لقوم یتقون. مستفید از این آیات، از این دلائل کسی می شود که از ضد و عناد اجتناب کند. لقوم یتقون عن الضد و العناد، از ضد و عناد اجتناب میکنند، استفاده میکنند. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا تخویف اخروی هست. آنهایی که امید ملاقات ما را ندارند و خوشنود شدگان به بهار دنیا و اطمئنوا بها، اطمینان حاصل کردن از این بهار دنیا، و آنهایی که از آیات ما کاملا غافلن، ثمره اینها چی میشد؟ اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. اینها جایشون آتش جهنمه به مقابل آن کسبی که اینها در دنیا انجام دادند. بما كانوا یکسبون، اینها از دست و پای خود به وجود آوردن، از جوارح خود به وجود آوردن. بشارت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم، اینها را الله تعالی که ایمان آوردن و اعمال صالح کردن، یعنی قوت نظریه و قوت عملی خود را خوب کردن، الله تعالی رهبری میکند آنها را، رب آنها به سبب ایمان آنها به جنت رهبری میکند. اون جنتی که جاری از زیر اون جنت ها نهرها، اون هم در باغات پر از نعمت. الله تعالی اینها را راهنمایی میکند به نعمت های جنت که جاری از زیر ساختمان های اینها نهرها، اون هم در باغهای پر از نعمت قرار دارند. دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام. دعوا اینجا به معنای قولهم فیها، یا دعواهم به معنای کلامهم فیها، سخن این جنتی ها و کلام این جنتی ها فیها در این ناز و نعمت ها. سبحانك اللهم، پاکی تو ای الله، سبحانك اللهم، پاکی تو ای الله. این تسبیح آنها در جنت است. سبحانك اللهم، پاکی تو ربا از تمام عیب و نقصها، از خلاف وعدها تو پاکی. دعواهم به معنی کلامهم قولهم فیها، این معنی دعواهم است. قول جنتی ها در جنت و سخن جنتی ها در جنت سبحانك اللهم است، و تحیتهم فیها، و تحفه آنها به یک دیگر وقتی توی جنت جنتی ها با هم ملاقات میکنند،
تحفه‌های آنها و هدیه آنها در جنت به یکدیگر سلامون سلامون سلام که به یکدیگر میرسه، فقط سلامون هدیه آنها و آخرین دعوای آنها، یعنی آخرین کلام آنها، وقت آخرین کلام آنها در میدان حساب و کتاب ان الحمدلله رب العالمین، با یک الحمدلله رب العالمین از میدان محشر تصفیه حسابه. این یک فریق به جنت میره، یک فریق به طرف جهنم. این دیگه این نیست که آخرین حرف را در جنت همین میزنن دیگه دو مرتبه حرف نمیزنن، بلکه کلام آنها در این جنت آخرین کلام آنها به وقت معاینه عجایبات دفعتا، وقتی آنها عجایبات قدرت را در جنت مشاهده میکنن، کلام مجلس و برخاست حساب و کتاب آنها اینه که الحمدلله رب العالمین. در آخر سوره زمر همین میگه و قضی بینهم بالحق و قیل الحمدلله رب العالمین. با الحمدلله رب العالمین از میدان محشر حرکت میکنن، وقتی میبینن جنت را با تمام امکانات و عجایبات دیگه هم میگن الحمدلله رب العالمین. زجر و جواب یک شبهه، چرا عذاب فوری برای این انسانهای نافرمان کافر نمی آید؟ تو الله تعالی می فرماید اگر بنا باشد که من در مقابل هر گناه فوری گرفت بکنم تو هیچ چیزی در دنیا باقی نمیماند. چرا همه انسانها گناه میکنن و در مقابل هر گناه فوری که من گرفتم دیگه کار تمامه، تمام دنیا فنا میشه، هیچ چی باقی نمیماند. اگر فوری می آورد الله برای انسانها شر را یعنی عذاب را، همانطوری که فوری می آورد برای آنها خیر را، تو فیصله کرده میشد به طرف آنها اجل آنها، مگر حکمت ما این کار را تقاضا نمی کند. چرا تمام انسانها خطا میکنن، با خطا اگر الله تعالی بنا است که بازداشت کنه و گرفت کنه دیگه تمام میشه. هر انسان خطا کرد خدا بگیره تو تمام دیگه. پس این حکمت الهی تقاضا نکرده که مهلت بدهد تاریخ هر کسی برای عذابش تکمیل بگیره. اگر فوری می آورد الله برای انسان ها شر و عذاب را، همانطوری که فوری می آورد الله تعالی برای آنها خیر را، تو فیصله کرده می شد به طرف آنها وقت مکرر آنها، مگر حکمت الله تعالی این چیز را تقاضا نکرده، مهلت میده. پس ما می گذاریم بلا عذاب، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ما میگذاریم بنویسید بلا عذاب چند روز کسانی را که امید ملاقات ما را ندارند، یعنی اعتقاد ملاقات ما را ندارند، در سرکشی های آنها در حالی که یلعبون، یعمهون به معنی یلعبون و یتحیرون، کورن، بازی و تماشا میکنن، حیران و سرگردان میگردن توی زمین، جانشون کنده از کارهای دنیا و دیگه هیچ هدفی را اونها دنبال نمی کنن، در فکر آخرت، در فکر ملاقات خدا، در فکر جنت و جهنم اصلا نیستن. پس ما میگذاریم بلا عذاب اونهایی را که امید ملاقات ما را ندارن، در سرکشی ها و طغیان هایی که دارن، آنها یعمهون را معنی کردن یلعبون و یتحیرون، بازی و تماشا و حیران و سرگردان میگردن. اصلا نمیدانم چرا در زمین آمدی و برای چه آمدی و این همه زحمات را برای چه تحمل میکنی. همینطور انسان واقعا اگر نگاه کن، اصلا هدف اصلی خود را که ملاقات الله است و جنت و جهنم است در فکرش نیست. زجر با شکوه. حالا الله تعالی میگه یک ذره که ما این انسان را درد دل میکنیم، چشمش به درد میاریم، پایش به درد میاریم، دیگه آه و ناله میکنه، هر حال ما را فریاد میزنه، نشسته، ایستاده، خوابیده، آه، ناله، آپانتیس درد میکنه. آپانتیس چی؟ یک ذره روده ای مضطربه، بیقراره. تو یک ذره جراحیش میکنیم، سالمش میکنیم، دیگه چنان بی توجه میشه که گویا با ما اصلا کار نداشته. این انسان زجر با شکوه، این یک نمونه به اصطلاح که انسان بدون تحمل است. وقتی میرسد به انسان، مراد از این انسان انسان کافر هست، الف لام معبودی.
از ذر یک ضرری آپانتیسش درد میکنن. دعانا لجنبه، فریاد میزند ما را، گاهی به پهلو خوابیده و جیغ میکشه. او قاعدن یا در حالی که این نشسته هم ما را فریاد میزند الله الله. او قائمه یا که در حالی که استاده، نه استاده و آرام دارد و نه نشسته و نه خوابیده، درد میکند آپانتیس. فلما کشفنا عنه ضره، وقتی ما دفع میکنیم از آن ضررش را، خدا نکرده درد چشم، الله نکنه که انسان ببینه قدیم بر خطر همین که نظافت ریاضمند نشد، عجیب در فصل تابستان درد چشم میامد، کوری میامد، چشمها زخم شدن، چقدر درد میکرد. سبحان الله، من یک زمانی دیدم چشمم چقدر نازکه. کدام قسمت چه نگاه کنیم که نازک نیست؟ آپانتیس چه نگاه کنیم بیقرار میکنه چشم. تو لحاظ انسان بیخواب میشه، بی آرام میشه. تو هر حالت الله تعالی میگه ما را فریاد میزنه الله الله. پس وقتی ما دفع میکنیم از آن ضره را، ضررش را، ضرری که وارد شده دفعش میکنیم. دکترا دستور میدیم برو بیانداز، آرام میگیره. تو فریاد هم میزنه، با ما تعهد هم میکنه که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. وقتی ما دفع میکنیم از این انسان ناشاکر ضررش را، میرود به دنبال کارهای خودش، گویا که ما را اصلا نخوانده. الی ضر مسه، به طرف یک ضرری که بهش رسیده. چنان به خیال میرود که گویا ما را اصلا به طرف یک ضرری که بهش رسیده، یعنی گویا ما اصلا تماسی نداشتیم دیگه، نه نمازی، نه روزهی، نه ذکری، نه تلاوتی، نه نام ما، نه فکر ما، نه فکر رضای ما. میرود سبحان الله به طرف مقاصدهای خودش، گویا که نخوانده ما را به طرف ضرری که به وارد شده. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. همینطوری که الله تعالی میگه ما بیان کردیم، مزین شده است برای اسراف کنندگان، یعنی برای مشرکین، اعمال شرکیه و کفریه آنها ما کانوا یعملون. تخفیف دنیوی ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا. به تحقیق ما هلاک کردیم به انواع عذاب، اهلکنا به انواع عذاب ملت ها را در کرنها قبل ما، هنگامی که آنها ظلم کردن. سبب هلاکت لما ظلموا یعنی شرک کردن. و جاءتهم رسلهم بالبینات، مانع از ظلم آمد پیش آنها پیامبران آنها با دلائل. و ما کانوا لیؤمنوا، خلاصه به وجه غایت عناد نبودن آنها که ایمان بیارن، ایمان را حاصل کنند. کذالک نجزی قوم المجرمین، همینطور که آنها را ما برباد کردیم، این سنت الهی، جزا میدیم قوم های مجرم را. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، بعد ما شما انسان های موجود را جانشین آنها کردیم در زمین. بعد از آنها را بردیم یک عبادت دیگری، نوبت به شما رسید. حکمت که ما را جانشین کردی چیه؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ما به نمایش بگذاریم، ظاهر کنیم شما چطور عمل میکنید. لننظر کیف تعملون، نوبت به شما رسیده. و اذا تتلی علیهم آیاتنا، وقتی تلاوت میشود بر این انسان های مشرک و کافر آیات توحید ما، که مراد از آیات داله علی الوحدانیت و ابطال الشرک، تو بینات واضح و روشن در مطلب. میگوین آنهایی که امید ملاقات ما را ندارند، چی میگن؟ ایت بقرآن غیر هذا، بیاره محمد یک قرآن غیر این قرآن که لیس فیه ما یغیظنا من ذلک نتبعک، بیار قرآن غیر هذا، نباشد در آن قرآن چیزهایی که ما را ناراحت میکنه، تو نتبعک ما تو را اتباع میکنی. قرآنی بیار غیر این قرآن که نباشد در آن قرآن ما یغیظنا، اون مضامین و مطالبی که ما را ناراحت میکنه. پس نتبعک ما شما را اتباع میکنی. این کار را بکن او بدله، یا تغییر بده این قرآن را.
اون آیه هایی که بر علیه اعتقاد ما حرف میزنن، بر علیه شرک ما هستن، اونها را تغییر بده، بدلهم، خلاف مسلک ما مضامین را بیرون کن. دیگه مضامین قرآن را مثل که صله رحمی کنید و حج کنید و طواف کنید و قربانی بدهید، ما برای این آیه حاضریم. لیکن که شما میگید که کسانی که غیر خدا را میخوانند احمقند، این آیه هم ما نمیتونید تحمل کنید. شما ما را و پدران ما را میگید احمقند که غیر خدا را صدا زدید، مگر یک صدا زدن غیر خدا ما را احمق کرده؟ او بدلهم، تبدیل کن کم از کم این قرآن را که خلاف مسلک ما مضامین را از او بیرون بیاد. جواب دو صورته، ایتی به قرآن غیر هذا که در آن دیگه خلاف ما نباشه، اصلا این قرآن را بگذار دیگه قرآن بیاد. اونا می گفته این قرآن مال محمد صلی الله علیه وسلم، یا کم از کم تغییر بده. آیه های توحیدی را که بر علیه ما حرف میزنی، ما را کافر میگی، قال الذین کفروا میگی، اینطوری حرف های کافر را کنار بگذار. تو الله تعالی دو کارن، یا کاملا دیگه قرآن بیار یا تغییر بیار. تو الله تعالی میگه کاملا دیگه قرآن آوردن که کار بسیار بزرگیه، تبدیل دادن این قرآن هم در اختیار من پیغمبر نیست. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا امکان ندارد برای من پیغمبر که تغییر بدهم این قرآن را از جانب خودم. من یک مامور معذور معظم، ان اتبع الا ما یوحى الی، من اتباع نمی کنم مگر اون دستوراتی را که وحی کرده میشم به جانب من. این فریضه من. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، و من پیغمبر هم میترسم اگر نافرمانی رب را بکنم، یعنی اتباع وحی نکنم بلکه بیارم وحی را تغییر بدم، من خیلی میترسم از عذاب یوم عظیم. این عذاب یوم عظیم مفعول برای اخافو، من میترسم از عذاب یوم عظیم اگر من نافرمانی ربم را بکنم. به مطابق پیشنهاد شما ما یوحى الی را اتباع نکنم، تغییر بیارم، آیاتی که شما از آنها خوش نمیشید آنها را تلاوت نکنم، این نافرمانی ربه. و من از نافرمانی رب بسیار میترسم که عذاب عظیم به من میده. من مامور معذورم، انی اخاف عذاب یوم عظیم ان عصیت ربی، اگر من نافرمانی رب را بکنم، یعنی ما یوحى الی را اتباع نکنم و لحاظا آنچه که شما میگید نخوانم، اگر من ما یوحى الی را اتباع نکنم، من از اون عذاب یوم عظیم میترسم، من مامور معذورم. قل بگو براینا لو شاء الله، همون مطلب هست، یعنی اگر الله به من دستور نمیداد به خواندن و خبر کردن شما، من نه بر شما میخواندم نه شما را خبر میکردم. و دلیلش اینه که من تا زمانی که خدا مرا مامور خواندن و خبر نکرده بود، من یک روزی هم شما را دعوت و تبلیغ نکردم. من یک عمری در میان شما گذرانیدم. 40 سال تا خدا به من دستور نداده بود، من برای شما هیچ چیزی نگفتم. الان من مامورم و مامور معذور و ماموری که از عذاب یوم عظیمم خیلی میترسم. قل بگو بینها، اگر میخواست الله عدم قرائت و تلاوت را، تو ما تلوتو علیکم، من این قرآن را بر شما تلاوت نمی کردن، مفعول شاه محذوفه. اگر میخواست الله عدم تلاوت را، عدم قرائت را، من تلاوت و قرائت نمی کردم بر شما، ولا ادراکم بی، و من شما را خبر بی این کتاب نمی کردم. لیکن من مامورم، فقط دلیل اینه که فقط لبثت فیکم امورا من قبلی، من مکسی داشتم در میان شما یک عمر طولانی را قبل از ظهور این قرآن و آمدن قرآن. من یک روزی با شما کاری داشتم، گفت شما سجده نکنید، فلان نکنید. من این عمری که در میان شما گذاشتم و ماموریت به من داده نشده بود، من شما را یک روزی هم مانع نشدم. الان که من شما را میگم سجده نکنید، طواف نکنید، نخوانید،
تو پس من مامورم، من مجبورم به شما این ابلاغ را بکنم. این دلیله و شما را من خبر به این قرآن نمی کرده اگر خدا میخواست که نکنم. حالا من معذورم و دلیل اینه فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، قبل از ظهور قرآن، قبل از نزول قرآن. فلا تعقلون، شما عقل ندارید که باور کنید؟ فمن اظلم ممن افترا، حالا شما به من مفتری میگید و من هم اعتقاد من همینه که ظالم ترین انسان کسی است که بر خدا دروغ میگه، بر خدا دروغ میگه یا آیات الهی را تکذیب میکنه. شما من دروغگو میگی و خودتان تکذیب میکنید آیات الهی. پس چه کسی ظالم تر است از آن انسان ها که افترا میکنن بر خدا دروغ را؟ افترا علی الله کذب، میسازن بر خدا دروغ را یا تکذیب میکنن آیات را. انه لا یفلح المجرمون، شان این است که رستگار نمیشون مجرمون مشرکون، اونها که شرک میکنن و با خدا دیگران را یا آیات الهی را تکذیب میکنن یا بر خدا دروغ افترا میکنن، اونها بزرگترین مجرمن و به هیچ عنوان رستگار نمیشن. من الحمدلله هر روز رستگاری دارم، دلیلی که من مجرم نیستم. شان ضمیر شان، انه ضمیر شان، لا یفلح المجرمون، آنهایی که مجرمن آیات را تکذیب میکنن یا بر خدا دروغ افترا میکنن، این مجرم ها رستگار نمیشن. دعوای سوره مرتبه ثانی باز تفصیلا، دعوای سوره مرتبه دوم اونجا اجمالا بود، اینجا تفصیلا ہے. اللہ تعالی بیان میفرماید یعبدون من دون الله، خوب یاد شما باشد پرستش میکنن این مشرکین جانی مالی زبانی غیر از خدا، چرا پرستش میکنن؟ ما لا یضرهم، اون مخلوقاتی را که به آنها ضرر نمیدن در صورت ترک عبادت، او لا ینفعهم، به آنها هم نفع نمیدن در صورت عبادت، در صورت عبادت هم به آنها نفع نمیدن. و بعد این عبادت ما لا یضرهم ولا ینفعهم، این هم بینید در حق ملائکه و انبیاء. بعد این عبادت خود را چنین توجیه میکنن، میگویند امینها هؤلاء شفاؤنا، ها تنبیه خبردار، اینها که ما آنها را عبادت میکنین جانی مالی زبانی، شفاؤنا عند الله، شفاعت کنندگان ما هستند نزد خدا. ببینید مطلب چقدر صریح. و مشرک مکه ذات خدا را انکار میکرد، این عبادت غیر الله را، عبادت ما لا ینفعهم ولا یضرهم را چنین توجیه میکردند که اینها شفاعت کنندگان ما هستند نزد الله. ما نعبدهم الا لیقربونا، شرک همیشه برای دو هدف شده، برای شفاعت یا برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنند. به خدا نزدیک کنند چطور؟ با شفاعت، برای ما شفاعت کنه و ما را به الله تعالی نزدیک کنه. شرک همیشه برای شفاعت بوده. این آیه صریح است یا نه؟ این آیه را به هر قیمت شده یاد کنید تا شرک را بفهمید. عبادت میکنن غیر از الله کسانی را که لا یضرهم ولا ینفعهم، اون معبودها به اینها ضرری وارد نمیکنند در صورت ترک عبادت و به آنها نفعی هم نمیرسانند در صورت عبادت. و بعد میگویند که اینها خبردار، های تنبیه اسم اشاره، خبردار اینها شفاعت کنندگان ما هستند نزد الله. شرط برای شفاعت، عبادت حق خدای، غیر خدا را عبادت میکنن و بعد میگویند که اینها اولای شفاعون عند الله. الله تعالی جواب میده این معبودهایی را که شما عبادت میکنید ای انسانها و بعد اینها را شفیع نزد خدا معرفی میکنید، شما دارید خدا را به معبودان خبر میدهید که خدا آنها را نمیداند. آنها اگر معبود میبودن خدا میداند. پس کسانی را شما دارید عبادت میکنید و شفیع به بارگاه خدا معرفی میکنید که آنها را خدا نمیداند. خدا نمیداند یعنی وجودی ندارد، بی وجود همچنین معبودی اصلا وجود ندارد. قل
بگو پیغمبر به این مدعیان شفاعت عند الله، آیا شما خبر میکنید الله را به ما، به اون معبودهایی که الله نمیداند آنها را، فاعل لا یعلم ضمیر به ذات الله برمیاد، الله نمیداند آن معبودها را در آسمان و در زمین. معنیش اینه یعنی اگر می بودن معبودانه پس حتما میدانست آنها را الله تعالی، چرا که الله تعالی علیم بكل شیء. الله نمیداند یعنی وجودی نداره، اصلا معبود غیر از الله وجودی نداره، ممتنع. شما داری خبر میکنید الله را به اون معبودهای شفیع اونها را عند الله میگید که الله آنها را در آسمان و زمین نمیداند، یعنی آنها وجودی نداره. اگر وجودی میداشت الله میداند. تو فاعل لا یعلم لفظ الله. دومین ترکیب که فاعل لا یعلم ضمیر به معبود یا شفیع که هر دو مقصدش یکیه برگردد، بالای بنویس لفظ الله، پایین بنویس معبود یا شفیع، تا که گیس نشید در حالا مانند. آیا شما خبر میدهید الله را به اون معبودهای شفیع که اون معبود شفیع نمیداند در آسمان و زمین هیچ چیزی را؟ اگر اول باید بداند تا شفاعت کند. اون نه در آسمان چیزی میداند و نه در زمین. این همون مطلب آیات بهتر واضح میشه. و هم عن دعائهم غافلون. آنها از دعای نه، اون نه در آسمان چیزی میداند نه در زمین، پس وقتی نمیداند چطور شفاعت میکنه؟ سبحانه، حرم بابت الله پاک هست از شریک در عبادت، او خیلی عالی هست. اما یشرکون، از اون معبودانه که مشرکین آنها را با خدا در عبادت شریک میکنن. پس معلوم شد شرک در عبادت بوده. چی بوده؟ سبحانه، پاک است الله تعالی و بسیار متعالیه از اون معبودهایی که مشرکین آنها را با خدا در عبادت شریک میکنن. اما این ما معبوده، خود شما میدانید اونه که چخانه نون را در میم ادغام میکنن اما میشه. از اون معبودهایی که مشرکین اون معبودها را با خدا در عبادت شریک میکنن، خواه عبادت جانی باشد، زبانی باشد یا مالی باشد. و ما کان الناس الا امتا واحدا، الله تعالی میگه نبودن انسانها مگر یک امت واحدت. قرات عبدالله بن مسعود علی الحق، نبودن انسانها مگر یک امتی روی حق بودن. فاختلفوا، همین انسانها اختلاف کردند بین خود. چطور؟ بأن ثبت بعض علی الاسلام و کفر بعض. تفسیر جلاله، بعضیا بر اسلام ثابت ماندند و بعضی کفر کردند. تو الله تعالی نبی فرستاد، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، و آنها دیگر ضد کردند و ایمان نآوردند. خب وقتی که ضد کردن ایمان نآوردن باید عذاب بشود. الله تعالی میگه جواب شبهه است که انسان ها یک دینی داشته، وقتی اختلاف کردن باید مخالفین را فوری عذاب میدن. تو الله تعالی میگه نه، تاریخ عذاب مشخص بود، اگر اون تاریخ عذاب مشخص نمیشد معذب میشدن. ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینهم، اگر کلمه سبقت نمیکرد از رب شما ای پیغمبر فوری فیصله میشد بین آنها در آن مسائلی که در آن مسائل اختلاف کردن، یعنی عذاب اینها داده میشد. اکنون کلمه عذاب اینها مؤخره، تاریخ عذاب آنها فرا نرسیده، میگرده میخورن. یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، شکوه است انادن با وجود ظهور معجزات کثیره. اینجا ببینید با وجود ظهور معجزات کثیره انادن میگویند چرا نازل کرده نمیشد بر این پیغمبر یک نشانی که ما میخوانیم از جانب ربش، یعنی نشانی مقترحه، معجزه مقترحه. فقل بینها بگو انما الغیب الا الله فانتظروا، غیب نزد به خدا اختصاص دارد. هر نشانی و هر دلیلی که الله تعالی مصلحت بداند نشان میده و در اختیار خدا هست، در اختیار الله هست. به هر حال شما انتظار بکشید، نه در اختیار من. انما الغیب یعنی
چیزهای غایب که معجزات هم از اون چیزهای غایبن، اینها به خدا اختصاص دارن، نه به من پیغمبر اختصاص ندارن. پس شما انتظار بکشید که من پیغمبر هم با شما انتظار میکشم که الله تعالی از عالم غیب کدوم چیز را نازل میکند نشانی اختیار من نیست. معجزه در عالم غیب هست و از در غیب به اختیار الله هست. هر زمان الله تعالی بخواهد از عالم غیب هر آیه و هر معجزه نازل کند، او در اختیار من نیست. شما هم انتظار بکشید، من هم با شما از انتظار کشان میشم. انتظار میکشیم ببینیم چی میشود در آتی. اما الله تعالی میگه این انسان عجیب انسانی گردن کلفتیه. و اذا اذقنا الناس، وقتی به انسان ها ما میچشانیم رحمتی من بعد ضرا، بعد از ضرر و قحطی رحمتی به اینها میچشانیم که اون ضرر به آنها رسیده بود. اذا لهم مکر فی آیاتنا، فوراً آنها در ابطال آیات ما مکر و تبدیل میکنن، حیله بازی میکنن، مکر میکنن در دور کردن آیات ما. قل الله اسرع مکرا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله